سال 2012 بود. تازه داشتم از مدرسه برمیگشتم خونه. اون موقع ها مامانم با بابای دوست صمیمیم تو رابطه بود، واسه همینم ما دوتا زیاد خونه ای هم دیگه میخوابیدیم. اون روز نحس دوستم آپریل خونه ما بود. اون موقع ها با مامانم میخوابیدم، اما چون دوستم اومده بود تصمیم گرفتیم شب نشینی کنیم و رو تخت 2 طبقه اتاق داداشم بخوابیم. اون شب شام خوردیم. بازی معمولی که دخترای نوجوان میکنن کردیم. پاپکورن خوردیم، آرایش کردیم، سلفی گرفتیم. خلاصه تقریبا 12:30 شب تصمیم گرفتیم بخوابیم. رادیو رو هم روشن گذاشتیم که نور کمرنگ آبیش کمی اتاق روشن میکرد. آپریل گفت میخواد پایین بخوابه و منم بالا خوابیدم. نصف شب با احساس سرما از خواب بیدار شدم. اومدم پتومو که از روم کنار رفته بود بکشم روم که همون لحظه نگاهم به یه چیزی افتاد. یه سایه دیدم. بعد سری برگشتم ببینم چی بوده. معمولا وقتی یه موجود میبینیم و دوباره سری برمیگردیم میبینیم که چیزی نیست، ولی این بار اون سایه هنوز اونجا بود. ولی دیگه فقط یه سایه نبود، یه دختر بچه سال بود که به من زل زده بود. تمام جزئیات صورتشو یادمه. موهای کوتاه سیاه تا رو گردن داشت. بدنش لاغر بود، به شدت لاغر. پوستش قهوه‌ای روشن بود. بینی باریکی داشت و مثل مدلا بود. چشماش درشت و سیاه بودن و تاریکی شب اون رو سیاه تر کرده بود. فقط همونجا ایستاده بود، بدون هیچ حرکتی نگاهم میکرد. شایدم به آپریل نگاه میکرد که درست جلوش بود، ولی نه، داشت با اون چشمای بزرگ مشکی به من زل میزد. منم وحشت زده رو تخت نشسته بودم و بهش نگاه میکردم. باورم نمیشد چی دارم میبینم، ولی همونجا وایستاده بود و تو دقیقه ای به من نگاه میکرد. وقتی فهمید دارم نگاش میکنم یکی خورد. انگار ترسید منم میتونم ببینمش. بعد توی حرکت خیلی سریع پرید رو تخت آپریل. فکر کردم هنوز اونجاست که داره یه کاری با آپریل میکنه، یا شاید منتظر تا من دوباره بخوابم و از اونجا بیاد بیرون. برای همین تصمیم گرفتم نگاه کنم. به حفاظ تختم تکیه دادم و خم شدم پایین و با وحشت به پایین تخت نگاه کردم تا ببینم دختره کجاست. ولی دیدم آپریل تنها راحت رو تختش خوابیده. بعد از اون مدتی رو تختم دراز کشیدم تا اتفاقی که افتاده بود و هضم کنم و بالاخره موفق شدم که بخوابم. روز بعد به مامانم و آپریل ماجرا رو گفتم و حرفمو باور نکردن. من دیگه اون دختر رو ندیدم و دیگه نمیتونم تو اون اتاق بخوابم. ولی هنوزم بدن کوچیک و خیلی لاغرش رو یادمه و اون چشمای بزرگ سیاهی که به هم زل زده بودن. اون کی بود؟